ذلیل و خوار بودیم، برده بودیم، اما زنده بودیم. الان همون زندگی رو دارن از ما میگیرن. موسی نه. موسی فرعون و سربازان و این ارتش چند هزار نفری و این تیغای تیز رو میبینه، این دریای بی این هولناکی و وحشتناکی رو هم میبینه، موجه های خطرناک رو هم میبینه. اما لا اله الا الله، الله اکبر، العظیم، الاعلا، الله رو، عظمت الله رو، قوت الله رو، القوی، این رو هم احساس میکنه. وقتی که بزرگی و عظمت الله رو احساس میکنه، اینهای دیگه پشیزی به حساب نمیاد. میگه کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز من از اینو ترس و هاهمی ندارم. چرا که من پروردگار العظیم القوی رو دارم، الاکبر رو دارم، الله قوی و عظیم و بزرگ من. تمام اینها براش هیچ حکایتی نیست. یک کن فیکونی هست که کل چهره جهان عوض میشه. و چون این شد دریا که مصدر مرگ هست و غرق شدن، دهن وا کرد، کنار رفت تا موسی و یارانش از داخل شکم دریای خروشان رد بشن و به اون طرف ساحل برسن. فرعون سربازاش اومدن، اونها الله اکبر رو نمیشناسن، اونها برده فرعون هستن. فرعون برده هوا و هوس و غرور خودش. دیگه این شکم هولناک دریا رو ندیدن که این دریا به خاطر موسی و بنی اسرائیل شکم رحمتش رو باز کرده. اما توی فرعون و سربازانت اگر داخل شدید، همین شکم رحمت میشه باطلاق عذاب. و چون این شد فرعون و سربازانش حرکت کردن در پی موسی و یارانش که آقا اونا رد شدن دیگه، هیچ مشکلی نیست، پس ما هم میتونیم رد بشیم. وقتی که رفتن داخل، اینجا بود که آب از دو سو اومد و اونها غرق شدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحنه‌های مختلف دیدیم که ایمان به پروردگارش باعث میشه که هیچ قدرتی نتونه کوچکترین ترس و واهمه‌ای در دل اون ایجاد کنه. در بدر پیامبر رو دیدیم با نیروی کم چطور دشمن رو تار و مار کرد. در حنین دیدیم، در غزوه احزاب دیدیم که اصلا نه انگار که مثلا دشمن و کار خودمون رو میکنیم، مسئولیت خودمون رو ادا میکنیم، اخذ بالاسباب میکنیم و نبرد میکنیم، اما پیروزی از آن الله هست، امیدمون به الله هست. در سفرنامه هجرت دیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یار غارشون اومده بودند و در غار پناه گرفته بودند زیر سنگی. دشمن اومده بود دقیقاً بالای همون سنگ، در کنار همون سنگ. تنها برای دیدن پیامبر و یارش نیاز بود که 1.5 متر طرف سرش رو خم کنه. اما در همچنین حالتی و ابوبکر همراه پیامبر پریشان از این وضع که مبادا دشمن ما رو ببینه و پیامبر دستگیر بشه و گزندی به پیامبر وارد بشه، پیامبر رو میبینیم که نه، بهش دلداری میده. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. پیامبر به یارش میگه که نگران نشو، الله با ماست. الله و عظمت الله، احساس به عظمت الله و شعور به عظمت الله باعث میشه که انسان مؤمن از هیچ چیزی نترسه. تمام قدرت ها و توانمندی های جهان رو به مبارزه طلبه. حضرت هود علیه السلام به قومش میگفت، تمام قوم عاد بر علیه هود علیه السلام بودن.
حضرت بود اونا رو به چالش میکشید. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، مثلا مهلت به من ندید، همتون جمع بشید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، ببینم کی، من الله رو دارم، شما کی داری دارید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من بر الله که پروردگار من و پروردگار شماست، آفریدگار من و آفریدگار شماست، من بر اون تکیه دارم، من بر اون توکل دارم. هر قدرتی که در جهان هست، هر چی که در جهان هست زیر قدرت الله هست، تابع دستور الله هست. اون وقت شما چی از دستتون برمیاد؟ این قدرت لا اله الا الله و توحید این قدرت رو به انسان مؤمن میده که ترس و واهمه رو از دلش میکنه، و نه تنها در ترس و واهمه بلکه یک نوع احساس طمأنینه و اطمینان خاطر و راحتی رو بهش میده. این اطمینان خاطر و راحتی از کجا میاد؟ از اینی میاد که میدونه که در کی رو در مشکلات بکوبه، در مشکلات و سختی ها دستش رو پیش کی دراز بکنه. میبینیم که یعقوب علیه السلام با اون سختی هایی که دید، بچهش رو دزدیدن، بردن، میگن کشتن، خبری از بچه نیست، چه وضع حالی داره. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. من این غم و اندوهم، این نگرانی و ناراحتیم رو شکایت میبرم پیش الله. و اعلم من الله ما لا تعلمون، و من در مورد الله چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. شما عظمت الله رو احساس نمی کنید، شما مفهوم لا اله الا الله رو نمیدونید، شما بزرگی الله رو احساس نمی کنید. این رو من میدونم. منی که میدونم الله کیه، من میدونم که در غم و اندوهم در کی رو بزنم. و این ایمانش به الله باعث چه طمأنینه و استقرار نفسی برای انسان میشه. چرا؟ چون که من انسان باید درک بکنم که توانمندی من چه هست، چه قدرتی من دارم. این سیستم من که درست شده، الله متعال درست کرده، چه توانمندی هایی داره و چطور من خودم رو قوت میدم. خداوند متعال من انسان رو چنین معرفی میکنه: ان الانسان خلق هلوعا. انسان آفریده شده. این تعریف از کی؟ این معرفی کی است؟ معرفی الله متعال خالق هست. آفریدگاری که من انسان رو آفریده میگه که آیا این آقای انسانی که تو رو آفریدم تو این نقطه ضعفا رو داری، من تو رو طاقت نافرسا، یعنی کم شکیبا، ناشکیبا، بدون صبر، بدون بسیار کم طاقت آفریدم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. اگر مصیبتی به اون وارد شد شروع میکنه به جزع و فزع و ناصبری کردن و داد و فریاد کردن، بیتابی و بیقراری میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا. و اگر خیر و خوبی بهش برسه دیگه بخیلی میکنه، اونو محکم نگه میداره که نباده از دست بهش بده و دیگه چیکار کنم و فلان. خب چیکار بکنیم ای الله؟ حالا که خلقت ما این است: الا المصلین، مگر نمازگزاران، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونهایی که همیشه در فکر نمازند و بر نمازشون انضباط کامل دارن، همیشه در یاد و در فکر نمازند. الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونهایی که در مال و داراییشون یک
حق معلومی رو گذاشتن برای بینوایان و برای محرومان و برای کسایی که دستشون رو به سوی اون دراز میکنن. چه چیزی، چه قدرتی رو نماز میده؟ نماز در واقع تکرار پژواک صدای لا اله الا الله هست. نماز با اذان شروع میشه. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر. بیایید به سوی نماز و به سوی رستگاری که لا الهی نیست مگر، هیچ الهی نیست مگر الله یکتا و محمد رسول الله هست. بعدش در نماز میبینید صدای لا اله الا الله است که سخن میگه. هر حرکت نماز با الله اکبر هست. سوره فاتحه کل معناش لا اله الا الله هست. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. حمد و ثنا از آن الله رب العالمین، پروردگار جهانیان، اونی که رحمان و رحیم هست. عاقبت روز قیامت در اختیار او هست. ما غیر از اون کسی رو نداریم و غیر از اون کسی رو عبادت نمی کنیم و غیر از اون از کسی نیاز و طلبمون رو نمیتونیم بپرسیم. اونه که همه نیازهای ما متوجه اونه. بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. و از این نماز هم میری بیرون با اشهد ان لا اله الا الله. کل نماز تکرار لا اله الا الله هست. و این نماز یه بار نه، دو بار نه، روزانه 5 بار. کل زندگی تشکل پیدا میکنه در قالب نماز. تا این قدرت و توان در تو واقعا نمیترسی. وقتی که بیماری تو رو تهدید میکنه، وقتی که مرگ تو رو تهدید میکنه، وقتی که فقر تو رو تهدید میکنه، وقتی که بی‌ثباتی تو رو تهدید میکنه و احتمال داره که از خانه و کاشانت آواره بشی، وقتی که یک فرعون و نمرودی تو رو تهدید میکنه و خطر مرگ هست، اونجاست که میدونی که واقعا ایمان به الله داری یا نه. آیا ایمان به الله در کالبد تو وجود داره یا نه؟ ببین، وقتی که ما یک قانون کلی داریم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ اطاعت نمی کنیم از هیچ احد الناسی در هر موردی که در اون گناه باشه و نافرمانی الله متعال باشه. چیزی که توی اون نافرمانی الله هست، من از هیچ احد الناسی پیروی نمی کنم، حرف هیچ احد الناسی رو نمیگیرم. اون احد الناس، اون فرد، هر کی میخواد باشه، من ازش حرف شنوی ندارم در هیچ موردی که در اون نافرمانی الله متعال باشه. خب الان شما که سربازید سر مرز، یک انسان مؤمنی میخواد از این ور مرز بیاد این ور مرز، به هر سببی که هست، میاد دید و بازدید خویشاونداش این ور مرز. همه مرزهای ما از داخل قلب خانواده ها میگذره. نصف خانواده این ور، نصف خانواده اون ور. مرز رو کی گذاشته؟ کفر گذاشته، طاغوت گذاشته، فرعون گذاشته. و اگر تو این مرز رو عبادت میکنی، کسی که اون مرز از مرز رد میشه رو جلوش رو میگیری، قطع صله رحم میکنی. خداوند متعال به من انسان گفته که من این دنیا رو خلق کردم، فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. برگردید توی این دنیا از رزق و روزی که من براتون در دنیا گذاشتم بخورید. اگر تو احساس کردی که این میاد اینجا روزی منو میخوره، رزق منو میخوره، این میاد داخل کشور من میشه، بدون که تو به الله ایمان نداری. الله تو اون حکومتی هست که تو رو اینجا گذاشته، بهت حقوقی میده و فکر میکنی که در مقابل این حقوق جندرغاز پولی که بهت میده وظیفه تو هست که بیای نافرمانی الله متعال بکنی. حماقتت به اون درجه رسیده که تمام رزق و روزی الله رو یادت میره، صحت رو، زندگی رو، این قدرت و توان رو، همه رو الله بهت داده.
الرزاق الله هست، عظمت الله در دیدگانت نیست، این حکومت رو خیلی قوی میبینی، فرعون رو قوی میبینی. چرا؟ چون که لا اله الا الله در کالبدت نیست. اینجاست که میای جلوی یک انسان مؤمن که برادر تو هست، جلوی اون رو میگیری تا یک طاغوتی رو خوشحال بکنی، تا یک طاغوتی بهش برسونی که آقا من نوکر تو هم، من برده تو هم. این معنایی که باید برای الله میرسونی. سربازی، مسئولی، نمیدونم تو هر مؤسسه‌ای کار میکنی، از بالا قوانینی بر تو املا شده که در اون معصیت الله هست، کل اون قوانین رو بذار زیر پات، از بازخواست و از هیچی نترس. خیلی زیباست. والی بصره یک دستوری از سوی پادشاه اومد براش که چنین بکنه. این دستور خلاف قانون الله متعال بود. اگر به این دستور عمل بکنه خدا رو از خودش ناراحت کرده، خشم خدا رو خریده. اگر بهش عمل نکنه خب پادشاه عصبانی میشه، شاید بگیره زندانش بکنه، شاید از استانداری خلعش بکنه، بیکار و بیروزگار میشه. مونده بود چه کار بکنه. امام حسن البصری رو خواست، باش مشوره کرد که امام من در همچنین چالشی قرار گرفتم، چه کار بکنم؟ گفت که ای استاندار، خدا تو رو از پادشاه میتونه نجات بده، اما پادشاه نمیتونه تو رو از خشم الهی نجات بده. خدا قادر است که تو رو از خشم پادشاه نجات بده، اما پادشاه نمیتونه تو رو از خشم الهی نجات بده. این خبر در زبانها افتاد و رسید به دستی که به دست حجاج. حجاج ابن یوسف ثقفی یک نوکر و برده پادشاه پرستی بود که هرچه پادشاه میگفت اون رو عمل میکرد، مخالف دستور الله باشه یا نباشه. پادشاه گفته دیگه. این چاپلوس دربار پادشاه بود. مفهوم لا اله الا الله در رگ و ریشش نبود. اینو که شنید گفت که با حسن بصری برای ما دم در آورده، میاد نوکران پادشاه رو میگه که برده پادشاه نشن. سوگند به خدا که من این با ریختن خون این فرد به شما ترسوهای بزدل نشون میدم که چطور با همچنین افرادی برخورد بکنید. دستور داد که جلاد بیاد و اون حاجب و دربونش رو هم صدا زد که برو حسن بصری رو بیار. کسی رو که میخواستن گردن بزنن برای اینکه اون دربار شاهی یا قصرشون کثیف نشه، می آوردند یک فرش بزرگی که از پوست درست کرده بودن، بهش میگفتن نطع. این نطع پهن میکردن، در وسطش اون سنگی یا اون آهنی یا اون چوبی که گردن اون کسی که میخواستن بزنن رو اون میگذاشتن و جلاد هم که با تبرش آماده که اون گردنشو میذاشته اونجا و تق گردنشو جلاد میزد. رفتن حسن بصری رو صدا زدند و آوردن. حاجب دیگه اشارتاً بهش فهمونده بود که ماجرا چیه و میدونست که برای چی حجاج عصبانیه. وقتی اومد زیر لبش دعایی کرد، با خداش راز نیاز کرد و اومد. حجاج هم عصبانی و این مسئولین رو جمع کرده بود که اونا با چشم سرشون ببینن تا سنگدلی رو در اونا بکاره،
که به اونا گفته بود بزدلای ترسو، ببینید که من چیکار میکنم. وقتی که حسن بصری وارد شد، هیبت اون و اون هیبتی که خداوند متعال در قلب مؤمن و در سیمای مؤمن میذاره، حجاج رو به لرزه در آورد. از اون عرشش پایین اومد و دوید جلوی در و از امام حسن البصری استقبال کرد و خوش آمدید گفت که ای ابا سعید بسیار خوش آمدید، خانه محقر ما رو شرفیاب فرمودید، شما سید علما هستید و سرور ما هستید. و همینجور ایشون رو تعارف میکردن، آوردنش نزدیک و نشاندنش سر اون سریر و مثلا عرشی که واسه خودش بود و خودشون پایین نشستن. دستور دادن که بیایید مثلا از مهمان ما که میزبان هست در واقع بیایید استقبال بکنید. مردم آوردند و از ایشون استقبال کرد و کسایی رو دستور دادن که جا رو خوشبو بکنید و بعد ازش نصیحت رو خواستن. بعد دیگه بعد رقش کردن تا دم در رسوندنش، خداحافظی کردن و امام حسن بصری رفت. کسی که اینجا همه دهناشون با مونده بود، به خصوص اون جلاد، به خصوص این دربون که کل ماجرا رو خبر داشتن، اینو رفتن دنبال امام حسن بصری. گفتن امام تو رو برای چیز دیگه ای خواسته بودن، چی شد که کل ماجرا عوض شد؟ امام گفت که من با الله که بالاتر از قدرت اون قدرتی نیست راز و نیاز میکردم، دعا میکردم. یا ملاذی عند غربتی، ای پناهگاه من در وحشت و تنهایی هام. یا مؤنسی عند وحشتی، ای کسی که منو انس میدی، منو در پناه خودت میگیری وقتی که من وحشت زده و نگرانم. اجعل نقمته علی بردا و سلاما کما جعلت النار بردا و سلاما علی ابراهیم. بار الها خشمش رو بر من برد و سلام کن، سردی و سلامتیش بکن، همونطور که آتش رو برای ابراهیم برد و سلام کردی. خداوند متعال دعای این بنده مؤمنش رو قبول میکنه و خشم این طاغوت ظالم ستمگر رو خاموشش میکنه. اینه که انسانهای مؤمن، انسانهای با خدا، علمای ربانی در طول تاریخ میبینید که هیچ وقت عالم ربانی از فرعون و ستمگر، از مسئول، از استاندار، از نمیدونم فرماندار، از رئیس ارتش، از رهبر پادشاه، از هیچ احد الناسی هیچ هراسی نداره و هرگز هم در اونها نمیره. در روایات اومده که بئس الفقیر علی باب الامیر. در مورد مولانا عبدالرحیم دهلوی، پدر شاه ولی الله دهلوی، میگن که بسیار انسان زاهد و پارسایی بود و در زمان سلطان اورنگزیب زندگی میکرد. اورنگزیب هم یکی از پادشاهان مغول و پادشاهان مسلمونی بود که بر هند امپراتوری هند رو تشکیل داده بود و ایشون بسیار انسان زاهد و پارسایی بود و اهل علم رو دوست داشت. همه علما می اومدن به دربار ایشون مگر شاه عبدالرحیم. اینها مشغول به کار و دعوت اصلاح جامعه بودن. خب پادشاه براش پیام میفرستاد که شما هم همه میان به چرا نمیایید؟ ما نیاز به نصیحت های شما و درس های شما و پند های شما. این یکی که یه پیکی فرستاد برای شاه عبدالرحیم که بروش بگو که شما هم تشریف بیارید در
قصر ما منور میشه با قدوم مبارک شما. این پیک اومد و پیام پادشاه رو رسون. شاه عبدالرحیم گفت که من که با پادشاه کاری ندارم، من نیازی بهش ندارم که برم نیازم ازش بخوام، من خویشاوندی باش ندارم که برم مثلا صله رحمی بکنم، عبادت باشه مثلا. من مشغول کار خودم هستم، اون مشغول کار خودم، اون بدونه کارشو، من بدونم کارم. این پیک تعجب کرد که خب هیچ کسی تا حالها چنین درخواست پادشاه رو رد نکرده. گفت که من نمیتونم این حرف رو به پادشاه بزنم، اگر جرأتش رو سلطان بیستم. و پیک برگشت و به سلطان اورنگزیب جواب بده. اونجا روش نشد که چه بگه، همین تکه کاغذه رو داد که این جواب شاه عبدالرحیم هست. اورنگزیب میگن این کاغذه رو گرفت، خوندش، اشکش ریخت، بوسیدش، تو جیبش گذاشت و میگن هر چند گاهی همین رو از جیبش در میورد، میخوند، میبوسید، باز تو جیبش میگذاشت. که من پادشاه که همه رو فکر میکنم که زیر دست من هستن، ببین پادشاه کیه؟ من نیاز به این ارتش دارم، نیاز به این مردم دارم، نیاز این مرد رو ببین، هیچ احساس نیازی نمیکنه به من. این اثر روایت شده که بئس الفقیر على باب الامیر و نعم الامیر على باب الفقیر. بدترین فقیر اونیه که روی دروازه امیر ثروتمندا وایسه و بهترین ثروتمند و پادشاه و امیر اونیه که بیاد پیش درویشان. حضرت عمر همونطور که دیلمی روایت میکنه میگن که میگفت که خداوند متعال امیران و پادشاهانی رو دوست داره که با علما برمیرن. امیران و پادشاهایی که پیش علما میرن و از محضر اونها استفاده میکنن، اونا رو دوست داره. و یمقت العلماء اذا خالط الامراء. و خداوند متنفره از اون علمایی که در بین امرا و مسئولین و رؤسا لول میخورن. چرا که امیران وقتی که رئیسان و مسئولین وقتی که پیش علما برن، دلشون نرم میشه، بیاد آخرت میفتن. علما حرف از آخرت میزنن، اونها رو وعظ و نصیحت میکنن. اما وقتی که علما برند در میان مسئولین و رؤسا و ثروتمندان لول بخورن، اونجاست که دیگه شیفته دنیا میشن. آخرت در تصورشون کمرنگتر میشه، خودشون رو میبازن، اهل دنیا میشن. اینی که باید درک بکنیم که برنامه زندگی باید وفق مفهوم لا اله الا الله باشه.
مفهوم لا اله الا الله باعث میشه که یأس و ناتوانی و ناامیدی از صحنه زندگی فرد مؤمن خارج بشه. ببینید خداوند متعال چه صحنه‌های بزرگ و عظیمی رو به ما نشون میده، اما کجاست چشم بصیرت انسان؟ خداوند متعال احیانا به ما نشون میده که یک گروه اندکی از مؤمنان کمر یک امپراتوری و یک ارتش بزرگ با تمام اسلحه رو میشکنن. خداوند به ما نشون داد که مجموعه ای از مجاهدان افغانستان امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی رو در آغاز دهه 80 تارومار کردنش. در سالهای 1900 و چند بود 91 شوروی از افغانستان فرار کرد. بعد از 10 سال جنگ و خونریزی و ویرانی شوروی فرار کرد و تیکه پاره شد. شوروی از اون وقت دیگه نتونه سرش رو در جهان بلند بکنه. تعداد اندکی از مجاهدان افغانستان تونستن بیاری الله متعال بزرگترین قدرت نظامی دنیا رو در تاریخ، آمریکا و 40 کشور همپیمانش با همه کشورهای جیره‌خوار منطقه‌ای که در افغانستان اومده بودن برای تار و مار کردن ایمان در افغانستان، همشون شکست بخورن و از افغانستان فرار کنن، در شب تاریک فرار بکنن. خداوند متعال این رو به ما نشون میده. در هیچ عقل و منطقی این حلاجی نمیشه که یه تعداد بسیار اندکی از مؤمنان با هیچ گونه قدرت و توانی میتونن یک امپراتوری بسیار هولناک و وحشتناک و یک ارتشی که تمام دنیا رو به بردگی رو گرفته در اینجا شکست بخوره. این هنر افغان ها نبود و این ضعف و ناتوانی دشمن هم نیست. دشمن قوی ترین قدرت روی دنیاست و مجاهدان هم از ضعیف ترین و ناتوان ترین مجاهدان دنیا. قدرتی که مجاهدان افغانستان داشتن به مراتب از قدرت همه نیروهای دنیا که در مقابل آمریکا سرخم کردن کمتر بود. حتی از قدرت مجاهدانی که در سوریه جهاد میکنن کمتر بود. از مجاهدانی که در عراق با آمریکا جنگیدن کمتر بود. اما خداوند متعال این صحنه رو به ما نشون داد تا من مسلمون درک کنم که کسی که دنیا رو میچرخونه الله هست. قدرت لا اله الا الله در مقابلش هیچی نمیسته. اون کسی که کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا، این تصویر رو در دنیا رسم میکنه که چه بسا گروه بسیار اندکی افواج بسیار بزرگ رو شکست میده. خداوند متعال این صحنه رو به ما نشون میده تا اعتمادمون به الله متعال بیشتر بشه، تا درک بکنیم که پیروزی از جانب الله هست. وقتی که خداوند متعال بخواد این نصر و پیروزی رو به این تعداد اندک مجاهدان افغانستان هم میده. اون وقتی که درک میکنیم که اگر الله متعال خواست نصر و پیروزی رو، عزت و کرامت رو به اون تعداد اندک مجاهدان میده و اونها رو بر بزرگترین
و وحشی ترین و قوی ترین قدرت روی زمین چیره میکنه. اونجاست که دیگه کسی نیست که جلوی قدرت الله وایسه. این رو ما باید با چشم سر میبینیم، اما آیا با چشم بصیرت این رو حس میکنیم؟ اگر این رو حس کردیم، اون وقتی که هیچ قدرتی جلوی ما مؤمنان وای نمیسه. قدرت ما مؤمنان قدرت الله هست. قدرت ما مؤمنان قدرت برگرفته از لا اله الا الله هست، برگرفته از ایمان به الله اکبر، ایمان به سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، ایمان به رب ذو القوة المتین، ایمان به ان الله عزیز، خداوند عزیزه. هیچ کسی توانمندی این رو نداره که در مقابل الله متعال قد علم کنیم. اینه که میبینیم که چقدر تعالیم دین روی شرک و اینه که انسان شرک بکنه. چرا؟ چون که هر مشرکی بیماره، هر مشرکی یک بیمار روانی است. نه اینکه در آخرت در عذاب هست، در دنیا در عذابه. شما ببینید همه اونهایی که نمیدونم انگشتران زیادی تو دستشون هست که هر یکی از این انگشترها اون رو از یک بلایی نجات میده، دستبنده های عجیبی خلقی دستش هست که این هر یکی برای یک بیماری و بیاره یک نمیدونم مشکل و رفع یک چه هست، انواع و اقسام تعویضات به در و دست و به گردن و دست و پاش آویزونه که اینها اون رو نجات میدن. نمیدونم به هر در و پنجره آویزون میشه و به هر امامزاده و به هر چیزی در دیواری رو میبوسه و تبرک میکنه که اینها به دادش میرسن. همه اینهایی که همچنین فضاهایی رو سیر میکنن همشون بیماری های روانی هستن. خداوند متعال میفرماید فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبین. اله دیگه غیر از الله رو صدا نزن که توش میشی از چی؟ از کسایی که همیشه در عذابند. یعنی نه اینه که تنها در آخرت در عذابی، توی دنیا در عذابی، توی دنیا روانی، توی دنیا دیوونه‌ای. هر مشرکی بدون استثناء میبینی که بیمار روانی است. حالا برو بگرد توی شهرهای کلان شهرها، آقا توی آمارهای رسمی میگن که آقا نمیدونم 97% از ساکنان تهران روانی هستند. برای چی؟ برو نگاه کن توی دنیا هر جای مشرکی هست بیمار روانی است. توی دنیا برو ببین آمارهای بیمارهای روانی. اینه که دیگه بازار رمالا و فالگیرا و جنگیرا و قبرها و قوسها و اینا بازارشون پربار است و در بدترین حالتهای اقتصادی جهان اینا پولدارترینن. چرا؟ چون که همه دیوونه ها، روانی ها پیش اینا و در کنار اینها هستن. اینه که قضیه توحید خیلی مهم هست. یک انسان موحد میتونه گناهکار باشه، میتونه اشتباهات بکنه، لغزش هایی داشته باشه، سرش به سنگ بخوره، اما در نهایت به هدف میرسه. یک انسان مشرک میتونه در ناز و نعمت باشه اما پریشان هست و در نهایت به ویرانی میرسه. تصور بکنید مثال یک مشرک و یک موحد چه هست؟ یه موحد از کابل سوار، اصلا تصور بکنید سوار قطار شده به طرف تهران حرکت میکنه، بلیت گرفته درجه اول قطار، سوار شده درجه عمومی قطار، اشتباه کرد. جایی که رفته وارد شده در بیش عالم جوانای سیگاری معتاد لاابالی هستند. این از لحظه‌ای که سوار شده مورد آزار و اذیت اینها قرار میگیره. اشتباه کرده اینجا اومده. سوار شده روی صندلیش به طرف برعکس حرکت قطار هست. کل مسیر سرش میچرخه و سردرده. اشتباه کرده. گرسنه است. توی قطار بوفه هست، میتونه بره خرید بکنه اما نمیدونه.
1001 اشتباه میکنه، سختی، مسیر سختی رو سپری میکنه، اما در نهایت چی؟ در نهایت به تهران میرسه، اونجایی که قراره بهش یه مبلغ بسیار بزرگ و یک جایزه بسیار بزرگی تعلق پیدا کنه. بعد از سختی ها اونجا رسید، فهمید که چقدر اشتباهایی کرده، بلیتش و همه اینها، اما به هر حال گذشت. اونجا جایزش رو میگیره و کل این درد و رنج ها رو هم فراموش میکنه. مثل یه مادری که 9 ماه سختی میکشه، وقتی بچهش میاد با اولین صدای گریه بچه این 9 ماه سختی کلن از ذهنش میره و لبخند و شادی. همانطوری که